باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مقام عالی قانونگذار در عرفه استقبال 20مین سالگرد استقلالیت دولتی که دستاورد مقدسترین و بزرگترین تاریخ نوین خلق تاجیکستان می باشد پیشنهاد می گردد. استقلالیت و صاحب اختیاری دولت که بعد از 100 سالهای زیادی جانبازی ها و زحمتی بسا سنگین و عزم و تلاش های پیوسته مردمی آزادی خواهی ما به دست آمد، در نزد ما اجرای وظیفه بسیار پرمسئولیت تاریخی و در عین زمان بسا پر افتخار، یعنی بنیاد دولت نوین جوابگو با منفعت‌های خلق کشور و ایجاد ارکان دولتداری معاصر تاجیکان را گذاشت. در دوام 20 سال استقلالیت ما با وجود بسیار مشکلات و مانع‌ها تحت کرسی دولت صاحب اختیارمان را گذاشتیم و به کارهای عظیم بنیادکاری و سازندگی شروع نمودیم. تأمین استقلالیت انرژتیکی، از بنبست کمونیکاسیونی رها نمودن مملکت و حفظ امنیت آزقواری آن را به سمت‌های استراتژی سیاست دولت تبدیل دادیم. جهت تحکیم ثبات اقتصادی و اجتماعی در شرایط افضلیت مناسبت‌های نوی اقتصادی، اصلاحات عمیق را پیگیرانه عملی کرده ایستاده‌ایم. تأمین نمودن رشد باثبات اقتصادی و به این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور از آغاز دوران استقلالیت تا به امروز هدف اساسی دولت و حکومت می باشد. طوری که هموطنان عزیز ما در یاد دارند، سالهای اولی استقلالیت برای دولت جوان ما سالهای نهایت وزنین ولی سرنوشت‌ساز بودند و سر کدام ما به خاطر تأمین صلح و ثبات، برقرار کردن نظام کیسانی، برآمدن فعالیت رکنهای فلج گردیده دولتداری و به دست آوردن همدیگر فهمی و وحدت ملی، به وطن برگردانیدن قریب 1 میلیون نفر فراریان و تشکیل و عملی نمودن نظام اداره کنی اقتصادیات و اجتماعیات کشور، کوشش و زحمت عظیم شبانه روزی را تقاضا داشتند. بعدی به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در کشور، یعنی از سال 1997 پسروی نشان دهنده های اقتصادیات ملی بازداشته شد. من بعد به حکومت میسر گردید که سال از سال وضعیت را به اعتدال آورده از سال 2000 به رشد تدریجی اقتصاد ملی آغاز نماید. در دوام 3 سال آخر که بحران مالیوی و اقتصادی اکثر کشورهای جهان را فرا گرفته بود، با ما میسر گردید که تأثیر منفی آن را تا اندازه امکان کم نموده تمایل مثبت رشد اقتصادی و اجتماعی را در مملکت نگاه داریم. اگر شرایطتان باشد، در این پیام من بعضا تحلیل های فاکتور رقم های 20 ساله را به یاد میارم. برای خودتان، برای خاطراتان نوشته گیرید. برای شما لازم می شود برای مقایسه کردن کدام کارها را ما با انجام رساندیم
کدام هدفهای میان مهلت داریم، کدام مقصدهای دورنمای آینده، به کجا دولت را میبریم. یکی بعضا رقم‌ها برای امروز وقت خیلی زیاد گذشته است مقایسه کردن، من فکر میکنم که از منفیت خالی نیست. سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی نسبت به سال 1997 2.6 برابر افزوده، رشد میانه هر ساله آن 7.1% را تشکیل نمود. این 3 سال محصولات صنعتی 2.5 برابر، کشاورزی 2.8، حجم گردش سودای چکنه 3.2 و خدمت رسانی پولکی به اهالی 7.8 برابر زیاد گردید و حجم بودجه دولتی 75 برابر. مجموع محصولات داخلی و هر سری اهالی 36.3 و درآمدهای پولی اهالی 38 برابر افزایش یافت. در سالهای 1992 و 95 بودجه دولتی قریب که خرد نداشت. سطح تورم زیاده از 4 رقم را تشکیل میداد. در این دوره مزد مهنت معلمان و دکتران به 3-5 سامانی و خدمتچیان دولتی به 15-17 سامانی برابر بود که آن هم سری وقت پرداخت نمی‌گردید. از سال 1995 نسبتاً به تنظیم درآوردن بودجه آغاز شده، حجم درآمد آن سال 1997 110 میلیون، سال 2000 به 250 میلیون رسانیده شد. سال جاری حجم درآمد بودجه دولتی 8.3 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد که این نسبت به سال 1997 75 برابر زیاد میباشد. سلام باشید. خود سالهای 92 و 93 من خوب در یاد دارم کسی از رهبر دولت خودش نه معاش میپرسید، نه نفقه میپرسید، نه گاز میپرسید، نه برق. همه در تلاش یک چیز بودیم: آیا ما زنده میمانیم یا نه؟ یک بریده نان یابیم، محکمانتین باشد، در قید حیات باشد. سطح کمبزاعتی در کشور در مجموع تمایل استواری پسشوی را کسب نموده. از 72% سال 2003 تا به 45% در سال 2010 رسید. تاجیکستان در دوران استقلالیت اصلاحات جدی ساختاری را در سمت‌ها و ساحه‌های حیاتاً مهم دولت به مانند اداره کنی، مالیه، بانکداری، بخش‌های واقعی اقتصادیات، اینچنین معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی آغاز نموده. با قبول و تطبیق یک سلسله برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی و اندیشیدن تدبیرهای سودمند و تطبیق نقشه‌های عظیم رشد زمینه مستحکم گذاشت. باید تاکید نمایم که رشد ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه‌های علاید در اساس استراتژی و برنامه‌های قبول شده زمینه رشد اقتصادی ملی را تشکیل می‌دهد و تطبیق ثمرناک سنت‌های ذکر گردیده اجرای هدف‌های افضلیت‌ناک را تأمین خواهد کرد. همچنین سیاست دولت در سمت بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم همچون عامل اساسی رشد منتظم تطبیق گردیده ایستاده است. بنابراین جهت استوار گردانیدن رشد اقتصادی مملکت و دستگیری ساحه‌های اجتماعی وظیفه ما پیش از همه تأمین ثبات استواری ماکرو اقتصادی در زمینه مستحکم نمودن ساحه‌های استحصالی میباشد.
در برابر این تحکیم بخش مالیوی، بلند برداشتن نقش بخش خصوصی و رشد فعالیت صاحبکاری همچون یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک تامین کننده رشد اقتصادی کشور و تأسیس جای‌های نوی کاری، اینچنین تطبیق سریع نقشه و برنامه‌های تأمین استقلالیت انرژتیکی و رهایی از بنبست کمونیکاسیونی از جمله کارهای اولین درجه ما به شمار می‌روند. مقصد اساسی سیاست انداز و موجود سفربر نمودن و ثمراناک استفاده بردن ذخیره‌های مالی دولتی جهت نائل شوی به هدف‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور میباشد. در این سمت حجم درآمد بودجه دولتی در 10 سال اخیر منتظم زیاد گردیده. قسم خراجات بودجه دایر به دستگیری ساحه‌های افضلیت‌ناک خصوصاً خراجات اجتماعی سال از سال افزایش یافته ایستاده است. حجم خراجات ساحه‌های اجتماعی در سال 2011 نسبت به سال 2000 33 برابر افزوده به 3.6 میلیارد سامانی رسیده است. از دوره سالهای 97 تا امروز حجم نامینالی معاش تقریباً 70 برابر و اندازه میانه نفقه 85 برابر افزایش یافته است. همزمان با این طبق چاره‌بینی‌های اصلاحات مزد مهنت هر سال در کشور معاش و نفقه به حساب میانه 27% بلند گردیده با بهتر شدن سطح زندگی و تحکیم حفظ اجتماعی اهالی مساعدت نموده ایستاده است. ولی ما خوب در می نماییم که همه این هنوز هم قناعت بخش نیست. در رابطه با این پیشبینی می گردد که جهت افزایش قسم درآمد بودجه دولتی برای هوسمند نمودن اندازسپارندگان و اندازبندی پوره آنها اصلاحات در بخش انداز وابسته به هر چیز ساده نمودن نظام اندازبندی و کم کردن شماره اندازها توسط مناسب ساختن مقدار عمومی آنها به طور جدی ادامه داده شود. اگر نظر افکنیم میبینیم که به کودکس اندازی عمل کننده که از سال 2005 مورد عمل قرار داده شده است، علاقه تا به امروز 13 مراتبه تغییر و علاوه ها وارد گردید. نه اینکه این تغییرات و علاوه را کارمندان خود بگیم که حتی انداز سپارندگان بعضا کارمندان خود انداز صرفاً درست نمی‌روند. بنابراین با حکومت سپارش داده می شود که تا نیم ساله دوم سال 2012 لایحه کودکس انداز را در تحریر نو تهیه نموده و محاکمه آن دایره هرچی وسیع متخصصان و کارشناسان، صاحبکاران و دیگر اندازسپارندگان را جلب نماید. همچنین جهت تامین رشد معتدل اقتصادیات افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی نه کمتر از 6-7% با در نظر داشت نگاه داشتن سطح تورم در حجم 7-9% تامین کرده شود. علاوه بر این دایر به افزایش درآمد بودجه دولتی و تا سال 2015 با 22-23% مجموع محصولات داخلی برابر نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشیده شود. وابسته به این حجم مبلغ‌زایی خراجات معاش در بودجه دولتی باید به 8-9% مجموع محصولات داخلی رسانیده شود. این امکانیت می‌دهد که در دوره میانه مهلت معاش میانه کارمندان تشکیلات‌های بودجتی را زیاده از 2 برابر بلند برداریم.